4 ماه می شود که غم این خانه را ترک نکرده است. فرزند این خانواده سنت الله قادروف ماه اپریل سال 2025 هنگام ادای خدمت در یک دیدبانگاه در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شد. مادر بعد مرگ فرزند 21 سالش بیمار شد و بعضاً از هوش می رود. این نوارها قبل از اعلان حکم دادگاه گرفته شدند. دادگاه نظامی ختلان 29 ایول اسدالله قربانوف را در مرگ همخدمتش گناهکار دانسته به 10 سال زندان محکوم کرد. معلوم نیست سرباز خود را گناهکار شمرده است و یا نه. پدر سنت الله میگوید از حکم ناراضی است و شکایت میکند. دعوای اساسی خانواده این است که کسی به فرزند آنها از پشت تیر زده است و احتمال بجز همخدمتش کسی دیگری هم در مرگ سنت الله دست دارد. دادستانی گفته است که سنت الله قادروف از پیش تیر خورده است و تنها یک کس در مرگ او گناهکار است. من خودم میدونم که تیر قفاز دیگه نه که مرا وقتی آوردن دیگه گفتن کاغذ دوادن و کدیم دیگه جون منتظرم ده به هم خیلی دیگه اصلا ما مجبوریم هم قرض سری. والدین از دادگاه طلب کردند که پرونده به تفتیش علاوگی برگردانده شود، اما جواب رد گرفتند. بر علاوه این خانواده سرباز از فشار مقامات شکایت دارند. روز من نبودم، یک روز شنبه مقاماتای بالا اومدگن، نمیدونم کی بودگن، 5 نفر اومدگن اویلم فشار آوردگن همون روز غلیگه این اوکل داروی رو نگاه یا پاکت این همین اوکل دارو این همین رو تو این کاغذای انالیزش این یک نمیشه که کاپله همین رو ما برای همین گرفتگیم که نمره تلفنشون اومده زن مقصد هرچی دیگه ما خوک کندیم بچه تا دویم برو برآوردیم شد تا مقصد شد دامی ویدیو برآمد کده ایخی کده ما مجبور شدیم که دامی ویدیو کو برآمد کنیم برای که یگان مقامات های پایانی که گپی ما رو گوش نمیکنن. این مرد تنها یک دعوا دارد. این فرزندان همش نابالغن، همیان با چی خدمت برسن، ما همیاشان فیدیوی همین دولت میکنم نه که همین حقیقت ما دبو برو رو کنن ما بفهمیم که برای چی فرزندی ما رو کشته. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن سربازان ثبت شده بود. مقامات پیوسته از بهتر شدن وضع در ارتش توصیف میکنند، ولی هنوز هم والدان برخی سربازان از شرایط نامناسب و آزار و اذیت نواسکران شکایت دارند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.